کورو کردگیم آوردیم اکی همین هر جدا کار کردیم تراکتوریست بعد هر خیل کورو اومدیم 246 سوم معاش بگم نفقه میگیریم همیشه هم شکر. نظیر جان کشور را با سابقه بیش از 40 ساله حالا نفقه میانه میگیرد. این نفقه خور تنها با غنی شدن بودجه دولت امید میبندد که شاید نفقهش را هم زیاد کنند. یگون چیزی نباشد درآمد نباشد جمعیت همون درآمد حکومت که بکنه اون نفقه من زوید میکنه. نظام نفقه در تاجیکستان در 3 سال اخیر بارها مورد بحث و بررسی ها قرار گرفته. در قانون درباره نفقه یک قطار تغییرات ها وارد شد. از روی قانون نو به افراد بازنشسته موافق میزان معاش و اندازهای به دولت پرداخته آنها و کاردهانشان نفقه تعیین کرده می شود. به مثل نظیر جان کشورا حالا همه نفقه خوران در تاجیکستان نمی دانند که نفقه آنها برای ماه و سالهای آینده چقدر خواهد شد. با راه اندازی یک لایحه اتحاد اروپا با همکاری اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه کشور می خواهد در نظام نفقه تاجیکستان اصلاحات وارد کند. بعد از انجام این اصلاحات هر شهروند می تواند با استفاده از نظام کمونیکاسیونی بیند که در طول سال کاریش خزینه اندازهای سپرده‌اش چقدر مبلغ شده است و آن را هنگام بازنشستگیش می تواند صرف کند. اینو همون خیلی باید کمک کنند که ما هم تعیینات نفقه هم معین کردن سرمایه کپیتال هر یک شخصی که انداز میسپارد همش به طور اتوماتیک باشد. رنگی که مثلا کمیته انداز است اچوت سپاری و دیگر همش اتوماتیک الکترونی هست همیشه هم باید مدام مساعدت کنه. باید همین خیلی شود که یعنی شهروند هم حتی امکانات داشته باشد که ولی نرسیدن به این نفقه در اومده بیند که کپیتال او چند سامان شده است و چقدر میتواند به نفقه انتظاری کشیده انتظاری نفقه چقدر نفقه باشد. در معرفی لایحه کمک تکنیکی برای مساعدت به اصلاحات نفقه گفتند که در دایره آن اتحاد اروپا با اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه هم از لحاظ تکنیکی و هم راه اندازی رفزنه یگانه تعیین و پرداخت نفقه مساعدت خواهد کرد. در دایره لایحه مذکور که دوره اول آن سال 2014 شروع شد تا ینوار سال 2020 در 251 میلیون یورو برای اصلاح نظام نفقه گرانت جدا شده است. لایحه مذکور مدت 3 سال تطبیق کرده شده. وظیفه اساسی آن از آن عبارت است که با اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت‌های فعالیت از قبیل رشد تکنولوژی معاصر اطلاعاتی در جریان تعیین و پرداخت نفقه و دیگر سمت‌های آن اینچنین دورنمای اکتواری تکمیل نظام قانونگذاری و همچنین بلند برداشتن اقتدار کادری آن مساعدت نمایند. در نظام نوی نفقه که لایحه مذکور هم ادامه آن است برای آنهایی که کار و شغل رسمی نداشتند و یا حیاتشان را در مهاجرت گذراندند نفقه شایسته را در نظر ندارد، چون که طبق این نظام کسی نفقه خوب میگیرد که هنگام کار انداز اجتماعی را زیاد پرداخت کرده باشد. حالا در کشور حدود 642,000 نفر نفقه گیر زندگی میکنند و حجم میانه نفقه 273 سامانی را تشکیل میکند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.